مگنتی کردن ریل ستیکه خیلی ساده. فرض میکنیم که الان این ریل روی بدنه بسته شده، یه در واقع ترمز پلاستیکی یا ژله‌ای طور هستش، انتهای ریل اونو برمیداریم، یه زایدم که اومده بود بالا اونم کامل میخوابونیم رو سطح بدن MDF مون. اوکی. مگنتی که میبندیم البته سعی کنید مگنت پروانه‌ای باشه که ارتفاعش بالاتر باشه و جلوی مگنت ما با انتهای ریل باید مماس باشه. حالا اگر 1 میلم اومد جلوتر بهتر، یعنی این قسمت میبینید با انتهای ریل ما مماس باشه، حالا 1 میلم اومد جلوتر گیرایش بهتر. اگر این اتفاق نیفتاد میتونیم این آیتم کمک بگیریم و جابجا کنیم. زمانی که ریل رو میبندیم، کشو رو در واقع میبندیم، کشو میرسه به اینجا، با یه فشار میفته بیرون، دوباره بسته میشه و سر جای خودش استاپ میکنه. منتها الان در واقع این قطعه از ریل داره به مگنت ما میرسه. زمانی که حالا کشو بسته بشه، انتهای کشوی ما با در واقع مگنتمون برخورد میکنه و این عمل باز و بسته شدن انجام میده و همین مکانیزم دقیقاً اومده توی ریلای مگنتی اعمال شده که حالا با یه هزینه خیلی خیلی پایین‌تر میتونیم این کار رو انجام بدیم.